یکی از موضوعهای مورد توجه نخست وزیر هند در تاجیکستان مبارزه مشترک با افراطگرایی و تروریسم در پس منظر از خاک افغانستان بیرون شدن نیروهای ناتو می باشد. و حالا در خط با ما از دوشنبه همکارم شهلوی گل خوجه است که سفر نریندرا مودی نخست وزیر هند را به تاجیکستان پیگیری می کند. شهلا سلام، تا حال از دوشنبه چی خبر؟ حالا ما در روی قرار داریم که آن به فرودگاه نظامی عینی میبرد و آن در 15 کیلومتری غربی دوشنبه جایگیر است، ولی حالا این راه بسته است چون سروزیر هندوستان نریندرا مودی در دوره سفر رسمیش از تاجیکستان از این فرودگاه دیدن میکند، ولی در این بازدید خبرنگاران راه نیافتند. باید گفت فرودگاه مذکور سال 2007 با سرمایه هندوستان تعمیر و نوسازی با تکنیک و تجهیزات و شرایط معاصر هوانوردی و نویگاسیونی مجهز کرده شده است و فرودگاه نظامی عینی امروز از بزرگترین و تواناترین فرودگاه کشور، زیرا درازی خط پرواز نشستی آن برابر به 3200 متر بوده، طور استوار و مستحکم کرده شده است که میتواند تمام نمود هواپیمایی در جهان موجوده را قبول نماید. مطبوعات هند در آستانه سفر مودی به تاجیکستان نوشت که در این سفر رهبر هند از تاجیکستان درخواست استفاده فرودگاه نظامی عینی را خواهد کرد. این صحبت ها را مقامات تاجیکستان تصدیق میکنند؟ خب خیرامان، حالا این معلومات تصدیق خود را پیدا نکرده است چون ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر هندوستان نیز پشت درهای بسته صورت گرفت، اما باید گفت در این ملاقات یک به یک غیر از غیر منتظره بجز از آنها از جانب تاجیکستان وزیر مدافع و وزیر خارجه و از جانب هندوستان یک هیئت 4 نفری نیز شرکت داشتند. برخی تحلیلگران حدس میزنند که محض در همین ملاقات مسئله فرودگاه نظامی عینی بررسی شده است، ولی پس از انجام ملاقات ها پرزیدنت تاجیکستان و سروزیر هندوستان بررسی چنین مسئله را در نشست مطبوعاتی نام نبردند. تشکر به همکارم شهلوی گل خوجه.